میخوام راجع به چیزی صحبت بکنم که میتونه یه جورایی نقشه راه محسوب بشه و به شما کمک بکنه که رودمپ داشته باشین که بدونین که تو چه مسیری باید حرکت بکنین، چه جوری باید حرکت بکنین، از کجا باید حرکت بکنین که بتونین به اون نمره‌ای که نمره هدفتون تو آیلتس هست برسید. یه مثالی میزنم که تقریبا برای همه شمایی که بالای 18 سال باشید ملموسه و میتونید متوجه بشین که دارم در مورد چی صحبت میکنم. من میخوام توی دانشگاه رشته پزشکی قبول بشم و درس بخونم. پس توی دبیرستان اول باید علوم تجربی رو انتخاب کنم و احتمالاً درس زیست شناسی یکی از درس‌های مهمی خواهد بود که من نیاز دارم که روش خیلی در واقع متمرکز باشم. اما چیزهای دیگه‌ای هم لازم دارم. مثلا لازم دارم شاید عربی رو 70% بزنم که بتونم به هدفم برسم، فارسی رو 60% بزنم که بتونم به هدفم برسم، که بتونم در واقع مثلا پزشکی بهشتی قبول بشم و بتونم پزشکی درس بخونم. خب پس 4 سال تو دبیرستان چیکار میکنین؟ شما 4 سال تو دبیرستان برای آزمون پزشکی توی یه دانشگاه خاص، مثلا دانشگاه دولتی، درس میخونید و آماده میشید. درس هایی رو میخونید که اونجا قراره توی کنکور به شما کمک بکنه و مثلا سال سوم متمرکز میشید رو درس های خیلی خاصی که مثل زیست شناسیه. سال چهارم میرید کلاس تست و کنکور، تست و نکته، که یاد بگیرید چجوری از فیزیکی که یاد گرفتید، از زیست شناسی که یاد گرفتید کمک بگیرید که بتونید تست ها رو با سرعت بیشتری تو زمان کمتری و بهینه تر جواب بدید که بتونید نمره در واقع امتیاز بهتری بگیرید و بتونید در نهایت به اون هدفتون که پزشکی مثلا دانشگاه تهران هست برسید. این دقیقاً مسیریه که شما باید برای در واقع آیلتس طی بکنید. اگه نمره مد نظرتون مثلا هر چی که هست 6 7 5 اصلا فرقی نمیکنه نمره مد نظرتون چیه. مشکلی که هست اینه که خیلی از شماها حواستون به اون 4 سال دبیرستان نیست و فقط میخواید در واقع یاد بگیرید که امتحان آیلتس رو بدید، ولی حواستون نیست که شما به چیزهای دیگه قبل از در واقع دوره آیلتس نیاز دارید. شما 4 سال تو دبیرستان فقط فیزیک خوندین، سال آخر رفتید تست و نکته یاد گرفتید که از اون اطلاعات فیزیکی دارید چجوری استفاده بکنید که بتونید بهینه تر تست بزنید، با سرعت بالاتری تست بزنید که بتونید فیزیک 70% بیارید که بتونید بهتر نمره بگیرید. و اگر غیر از این باشه اون کلاس تست و نکته به درد شما نمیخوره. یعنی اگه شما فیزیک بلد نباشید، فرمول ها رو حفظ نباشید، اون کلاس تست و نکته هیچ کمکی به شما نمیکنه که بتونید نمره بهتری بیارید، چون شما اصل کار که بلد بودن فرمول هاست و خود فیزیک هست رو بلد نیستید. در نتیجه تکنیک ها هم هیچ در واقع راه گشایی برای شما ندارن که بخوان هیچ کمکی بهتون بکنن. زبان انگلیسی و آیلتس هم دقیقاً همین هسته. شما اول باید فقط زبان انگلیسی بخونید، جنرال انگلیش بخونید. شما باید یاد بگیرید دایره لغتتون رو بیارین بالا، کلمات رو خوب تلفظ بکنید، گرامرتون رو در واقع بهتر بکنید، بتونید از ساختارهای متفاوت استفاده بکنید. ریدینگ کامپریهنشنتون رو بیارید بالا، قدرت شنواییتون رو بیارید بالا و خیلی چیزهای دیگه. لازم دارید که در واقع اطلاعات زبان انگلیسی داشته باشید و بعد وارد مرحله‌ای بشید که مثلا این پادکست به شما کمک بکنه برای پارت 4 لیسنینگ، آیلتس لیسنینگ. این در واقع کتاب کمک بکنه به شما برای اینکه دایره لغتتون رو بهتر بکنید برای رایتینگ تسک 2 یا برای اسپیکینگ پارت 3. یا این کتاب بهتون کمک بکنه در واقع بتونید ایده های بهتری رو دریافت بکنید برای اینکه بتونید تو رایتینگ تسک 2 ازشون استفاده بکنید و حرف بزنید. و بعد در نهایت این داشته ها رو بردارید برید تو دوره آیلتس، تکنیک رو بهش اضافه بکنید، قالب ها رو یاد بگیرید، تکنیک ها رو یاد بگیرید، اطلاعاتتون رو بریزید توی اون قالب ها، بتونید به نمره‌ای که نمره هدفتون هست برسید و بتونید در واقع اون چیزی که مد نظرتون هست رو دریافت بکنید. مثلا برای نوشتن رایتینگ تسک 2 اول شما نیاز دارید به اندازه کافی راجع به موضوعات خیلی متنوع کلمه بلد باشید. دوما شما لازم دارید که گرامر بلد باشید. لازم دارید در واقع گرامرهای مناسب رو استفاده بکنید و بتونید راجع به چیزهای متفاوت بنویسید، حالا حرف بزنید. و مطلب سوم اینه که شما نیاز دارید ایده داشته باشید راجع به تاپیک‌های خیلی 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 متنوعی. و بعد در نهایت تو دوره آیلتس یه قالبی به شما داده میشه که شما این محتوایی که همراهتون هست رو بریزید توی اون قالبه که بتونید با اون تکنیکی که تو اون قالبه یاد میگیرید و استفاده میکنید بهتر توی رایتینگ نمره بیارید. شما اگر این محتوا رو نداشته باشید، دایره لغت خوب نداشته باشید، گرامر خوبی نداشته باشید، ایده پردازی بلد نباشید و اصلا ایده‌ای برای گفتن
نوشتن نداشته باشید، اون قالب به درد شما نمیخوره برای اینکه بخواید نمره بیارین. اون قالب هیچ کمک خاصی به شما نمیکنه که برای اینکه بتونین نمره بیارین، چون دایره لغت شماست که در واقع باید تو اون قالب ریخته بشه، گرامر شماست که باید تو اون قالب ریخته بشه که به شما کمک بکنه بتونید نمره‌ای که نیاز دارید رو دریافتش بکنید و اون چیزی که میخواین رو بنویسین و خب نمره مناسبتون رو دریافت بکنید. بچه‌ها اشتباه نکنید که خیلی زود و بدون آمادگی وارد مرحله آخر بشید، چون به دست نمیارید نمره‌ای که در واقع مد نظرتون هست و باعث میشه که ناامید بشین و احساس کنین که کلاس به درد نخورده، نمیدونم شما نتونستید، نمیدونم استعداد ندارید و از این جور چیزهایی که گاهی اوقات بچه‌ها میگن. به خاطر اینکه تکنیک یاد گرفتن اولا که کار سختی نیست، دوما خیلی کار طولانی نیست. شما تو 2-3-4 ماه میتونید تکنیک‌ها رو یاد بگیرید، برید به سمت نمره‌ای که نیاز دارید. اما پروسه‌ای که خیلی طولانیه، پروسه جنرال انگلیشه، اونجاست که شما نیاز دارید وقت کافی بذارید، به اندازه کافی لولتون رو بیارید بالا، برسید به اون جایی که نیاز دارید، نمره در واقع به نزدیک نمرتون برسید، بعد برید شروع کنید تکنیک یاد بگیرید که سرعت عملتون رو بیارید بالا، سریعتر بتونید. مثلا شما باید به اندازه کافی کلمه بلد باشید، گرامر بلد باشین، ریدینگ کامپریهنشن خوبی داشته باشید که بتونید تو 1 ساعت اون 40 تا سوال ریدینگ رو جواب بدید که اون نمره‌ای که میخواین رو تو اون 1 ساعت دریافت بکنید. یعنی تکنیک به شما مؤثر بودن رو یاد میده، سرعت رو یاد میده، به شما یاد میده چجوری از اطلاعاتی که دارید استفاده بکنید، بتونید سرعت عملتون رو ببرید بالا و بتونید راحت‌تر اون نمره‌ای که در واقع مد نظرتون هست رو دریافت بکنید. شما اگه دایره لغت خوبی نداشته باشید، متن رو بخونید و هیچی ازش متوجه نشید، یا انقدر گرامرهایی که استفاده شده از نظرتون عجیب غریب باشن که متوجه نشید، مسلماً نمیتونید. مثلا اگه مد نظرتون 6.5 هستش و اندازه اون چیزی که شما بلدین 5، شما به هیچ عنوان به نمره 6.5 تو ریدینگ نخواهید رسید، چون دایره لغت شما به اندازه 6.5 نیست، گرامر شما به اندازه 6.5 نیست. به اندازه 6.5 ریدینگ رو متوجه نمیشید که بتونید در واقع از اون تکنیک استفاده بکنید که بتونید بهتر به اون نمره برسید. پس روی جنرال انگلیشتون وقت بذارید، به اندازه کافی وقت بذارید و در واقع مهارت هاتون رو به اندازه کافی بالا بیارید که وقتی وارد در واقع تکنیک یاد گرفتن و دوره خود آیلتس میشین، اون تکنیک ها بتونن موثر باشن و بتونن به دردتون بخورن. اگه دور براتون کسی هستش که داره زبان انگلیسی میخونه و در واقع برنامه‌ش هم این هستش که آیلتس یاد بگیره، اینو براش بفرستین که بدونه چیکار باید بکنه و در واقع چیکار کنه که بتونه مسیر رو بهتر و موثرتر طی بکنه.